میشه استفاده از مقدسات. علی میگه مواظب باشید، حواستون جمع باشه. امیرالمومنین میگه فتنه اون جایی است که متاسفانه در مملکت ما هم هست. فتنه اون جایی است که به نام دین سفره دنیایی برای خودشون پهن میکنه. حالا عبارات امیرالمومنین رو براتون بخونم. خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی حواسمون جمع باشه. نهج البلاغه نامه 33 امیرالمومنین به عامل خودش، استاندار خودش در مکه نوشت. خبر دادن به امیرالمومنین در کوفه در ایام حج روی حجاج بیت الله الحرام حکومت معاویه داره کار میکنه. بلا فاصله امیرالمومنین نامه نوشت. نامه 33 نهج البلاغه است. عبارت امیرالمومنین اینه: یحتلبون الدنیا درها بالدین. به استاندار مکه نوشت حواست جمع باشه. تو حجاج شنیدم، چون قبلش داره امیرالمومنین که مأموران امنیتی اطلاعاتی به من خبر دادن توی میان حجاج بیت الله الحرام داره کار میشه. برای چی؟ یحتلبون الدنیا بالدین. میخوان خوب دینو بدوشن. برای چی بدوشن؟ لدنیا، برای دنیای خودشون. جلوشو بگیر، جلوشو بگیر. البته خیلی سخته، خیلی سخت. اگر یه روحانی بیاد اینجا بگه آی مردم شراب حرام است، قمار حرام است، نمیدونم زنا حرام است، غیبت حرام است، بی‌حجابی حرام است، خب این چیزی نداره که با سلام و صلوات بدرقش میکنیم. اما کی جرأت داره بیاد بگه کجاها با نام اسلام دارن دین رو میدوشند تا سفره دنیاشون پهن باشه، تا وکالت ها، وزارت ها، ریاست ها، مدیریت ها، مدیریت اداره کل ها، تا جایی که یه نفر آبدارچیه تو اداره به خاطر اینکه از آبدارچی بودن ورش ندارند، از دین هزینه میکنه تا این دنیای کوچیکش براش بمانه. این خطره. شب عاشورا خطر رو باید گفت. خیلی حواسمون جمع باشه. من از خطبه 50 نهج البلاغه گفتم، من چیزی از خودم ندارم این شبها، که مردم وقتی نام دین رو میبرن حواستون جمع باشه که این نام دین حق با باطل قاطیش نکرده باشن. برید نگاه کنید، اگر قاطی نکردن بپذیرید. اگه میبینید ممزوج با باطل شده نپذیرید. بیان امیرالمومنین. نهج البلاغه حکمت 147. وقتی امیرالمومنین انسانهای سیه روح این عالم بنی امیه رو معرفی میکنه، شاخصه بنی امیه اینه: مستعمل آلت الدین للدنیا. امیرالمومنین میفهمد اینا رو میبینید، اینا دین رو آلت و ابزار قرار دادن تا به دنیاشون برسن. مگر نه اینا رو ما باباهاشون رو میشناسیم، مادرهاشون رو میشناسیم، خودشون هم میشناسیم، ذاتشون هم میشناسیم، سابقه شون هم میشناسیم. کی میتونه بگه من اینا رو نمیدونم؟ فردای قیامت نمیتونیم بگیم گولمون زدن. کی گول زد؟ بریم تحقیق کنیم، بریم بپرسیم، بریم بررسی کنیم، بریم بررسی کنیم. مستعمل آلت الدین الدنیا. اینا ابزار قرار دادن دین رو برای دنیا، به دنیا برسن، به سفره پربار دنیا برسند. چرا؟ این علتی داره. چراش رو های مطهری فرموده. سرش اینه: آقا با پول، با ریاست و شمشیر و زور و
حالا امروزه که شمشیر نی، امروز خودکاره. آخ 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 الله اکبر. آقا این خودکارا تو دست بعضیا وقتی میچرخه کاری میکنه که چرخش شمشیر نمیکنه. شمشیر یه گردن رو میزنه، یه قسمتی از بدن رو میزنه، اما این خودکاره وقتی میچرخه حیثیت یک خانواده ای رو از بین میبره. یه خودکار بیگ چند تومنه؟ 20 تومن 30 تومن همه چیز رو میبره.